والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بینندگان عزیز گرامی، برنامه نوبتی ما درباره یعنی وقت و اهمیت اون در حیات مسلمان. حالا وقت چه اهمیتی دارد و انسان ها چگونه باید از وقت، خصوصا مسلمان و خصوصا جوان مسلمان، از وقت باید چگونه استفاده کند و چه کار کند که کامیاب می شود و چه کار کند که ناکام می شود و باید چه کار کند تا اینکه کامیاب شود، خصوصا در اون سن سالی پیری خور و ذلیل و زیر پا نشود. یعنی اطراف این سوالهایی که آمدگی است به مرکز اسلامی و اطراف این موضوع یا در این موضوع اطراف این سوالها صحبت داریم انشاءالله با امیدی تکیه و توکل و امید به پروردگار. خب حالا خود انسان، هر انسانی چه مسلمان چه غیر مسلمان، عبارت از وقت است. از هر انسانی عبارت از وقت است. عبارت از چند ساله هست. فرض کردیم 1950 تولد شد، 2020 رفت، قبل از 950 نبود، بعدی 2020 نبود، نیست دیگر، تمام. از یک واقعیت به تاریخ تبدیل شد، از هستی به نیستی تبدیل شد، یا اینکه از این حیات امتحان به حیات برزخ انتقال یافت. حالا خود انسان عبارت از وقت است. برای همین هم خداوند عزوجل در سوره عصر، یعنی وقت، یک قرن، یک عصر یا عصر، سوگند یاد میکند، میگوید بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوگند به عصر، یعنی سوگند به وقت، که انسان در زیانکاری هست. انسانیت و بشریت، تمام انسانیت و بشریت در زیانکاری هست. چرا تمام انسانیت و بشریت در زیانکاری، در زیان و در خسران هست؟ به خاطری که به قدر وقت نمیرسد، به خاطری که وقتی رو غنیمت نمیداند، به خاطری که از وقت فایده‌ناک و مقصدناک استفاده نمیکند و حیاتش یعنی اکثرا به بیهودگویی و به بیهودگی پسی سر می شود. برای همین انسانیت میگه در چی هست؟ انسانیت و بشریت در زیان است، در ضرر هست. حالا استثناء میکند الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. یعنی سوره کوتاهی مبارک امام شافعی رحمت الله علیه میگوید که اگر از قرآن عظیم شان تنها همین سوره میبود، تمام انسانیت رو و مسلمانان رو بسنده بود، کفایت کننده بود، مگر در زیان نیست اونهایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. ایمان آوردن و پروردگار که خلقشون کرد، روزیشون داد، اقبالشون داد، رزق روزیشون داد، تمامی موجودات رو در خدمت انسان گذاشت. ولی در حدیث قدسی پروردگار میگوید که یا ابن آدم خلقت کل الکون لک و خلقتک لی. ای انسانیت، ای بشریت، ای فرزند آدم علیه السلام، تمام موجودات و تمام هستی رو برای تو آفریدم، از اینو استفاده ببر و تو رو برای خودم. ناشکر و ناسپاس نباش، ایمان عمل صالح و شکرگزاری کن.
تا اینکه سعادت دنیا و آخرت رو به دست بیاری. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح، نیکی. هیچ وقت مسلمان هیچ نمود نیکی رو باید کم نگیرد. شاید یک تبسمت، یک لبخندت برای آن پدرت، برای مادرت از عذاب قبر نجاتت بدهد. شاید همون تربیه فرزندت از عذاب قبر و عذاب قیامت و عذاب جهنم نجاتت بدهد. شاید یک یتیم و بیچاره و بینوا و بی سرپرستی رو سرپرستی میکنید. همین عملتون در قیامت و در قبر و قیامت و پل صراط و در یعنی چیز برایتون یک قصرهای در جنت شود. عمل صالح، تمام عمل صالح، تمام نیکی عبادت است و تمام عبادت اجر و پاداش عظیم دارد. تمام نیکی عبادت است و تمام عبادت اجر و پاداش دارد. برای مسلمان باید هیچ نیکی، حتی یک لبخند زدنی به برادر مؤمنت، پیامبر علیه السلام میگه که تبسمک علی وجه اخیک لک صدقه. یک لبخند زدن، چهره شدن قبل از همه برای پدر و مادر، و چهره شدن برای پدر و مادر، این برای فرزند عبادت است، اجر دارد، پاداش دارد. حتی دانشمندان اسلام میگویند که فرزند خدای نکرده مبادا بیمار هم شد، در پیش پدر نالش نکند، اوه نگوید، چرا که پدر رو غمگین نکند، صبر کند، لبخند بزند. حتی اگر بیمار هم باشد، حالی که صحتمند باشد، دائم باید که طرف پدر مادر لبخند بزند. این عمل صالح است، این اجر دارد. و عمل صالح رو باید هیچ وقت بنده مؤمن باید که کم نگیرد. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسلمان همیشه خود و اهل خانواده و فرزندان خود و یار و دوستان و همنشینان خود و دوستان و نزدیکان و رفیقان خود، پیوندان خود را همیشه توصیه به حق، توصیه به کامیابی، توصیه به سعادت و راهنمایی به چیز و کامیابی میکند. که بچه هم این کار ضرر میکند رو، همین کار رو فلانی ها کردن بدبخت شدن، نکن تو این کار رو. تمام. یعنی توصیه به سوی حق. بچه هم شکر گذار باش، از هر نعمتی شکر کن، هیچ نعمتی رو فراموش مکن، چرا که نعمت با شکرش با برکت می شود. یعنی همیشه توصیه به سوی حق و توصیه به سوی صبر. بسیاری از نفرانی رو میبینیم که از بی‌صبری خود رو به ناکامی و بدبختی و به تباه یعنی چکار میکنن؟ کله میدهند. من در یادم اومد یک چند سال قبل کورس‌های چوری قسمی خواهران دختران رو در دانشکده اسلامی درس میدادم. هنگامی درس نمیدونم یا تفسیر یا تجوید فنی اسلامی درس میدادم، از بین شاگردان یکی از شاگردا یعنی آبی دیدهش میریخت. من گفتم چی شد؟ چرا؟ چی خبر است؟ استاد یعنی شوهرم در مهاجرت مهنتی هست. خب دیروز رفتم خونه، همه زیر زبر کردگی، زن یورم همه اشیای خونه هم رو همه رو کفت است، بیجا کرده است، بی ترتیب کرده است دیگر. خب چی کفت است؟ کیم چی میکفت است و نیفت است؟ به هر حال یعنی گریه و ماتم گرفته است که حالا دیگه من رو تحقیر کرد و چه اشیای من رو رسید یا که دیگر کرد. یعنی متاسفانه عادتا اما نه همه زنها، بعضی از زنها برای یک رمول، برای یک نمیدونم که یک تکسری و کورپچهش زندگیشون رو تباه میکنن. یا بعضی عائله ها این نیاوردی و ناوردی تمام با همین زندگی تباه، حتی تا جدایی را میروند.
من قهر میکنم میرم. کجا میروید؟ از برای خدا. تو که دیگه از خدا و از رسول خدا و از قال الله و قال الرسول با خبر هستی، همین شوهری تو چند هزار کیلومتر از تو دور رفته در اون سردی ها از رو بیستک سیاه رو میکشد. در مهاجرت مینتی بدگی در راحت نیستن، خصوصا اونایی که شوهراشون در همون خارج هستن باید دور فکر کنن، یعنی نوکسی و نقدمی نکنن. برای شما رفتن همونو که یک زندگیم بهتر شود، یک شرایطی فراهم بیارم یا دیگر. به هر حال حالا چند هزار کیلومتر رفته است در اونجا، به خاطری که تو و فرزند یا یک فرزند، خب به خاطری که تو و فرزندت رو تامین کند، نه وعده کرد که خونه میخره، خونه وعده کرد خونه میخره، تو قهر کرده میروی، بعد میدونی تو چی تهمت میکنن؟ 100 تهمتت میکنن، زنا کرد، ایت کرد، رو کرد، تهمت درو میبافن در بالات، بعد از همونجا 3 طلاقت میدهد. صبر کن. او آتش نزدن، حتی اگر آتش علوه میزد، آتش میزد، کرپا و کرپاچه و رمال و دیگر، صبر کن، تمام میگذرد، خوب میشد، همش میگذرد. انسان با صبر به همه قله‌های بلندی سعادت زندگی میرسد. خب 10 نمود سوال داد، 10 پاسخ دادم، فقط توصیه کردم که صبر صبر صبر. یک چند مدت بعد یک نفری اومد، السلام علیکم استاد، چیزی که پرواز میکنه. استاد الحمدلله نصیحت شما رو گرفتم، صبر کردم، ولی خونه نو خریدیم، شما رو میخوایم دعوت کنیم خونمون، یک پیاله چای بگیریم، دیگر. صبر. انسان با صبر به همه مقام ها و به همه منزله و به همه چیز میرسد. مشکلی زندگی کی مشکلی ندارد؟ همین زندگی کی از دیقان تا وزیر تا همه تا رئیس، در زندگی کی مشکلی دشواری ندارد؟ این حیاتی چی هست؟ مشکلی و مشقت است. این اساس موضوع ما در وقت است. یعنی این سوره مبارکه حالا ببینید که حالا انسان که عبارت از وقت است، پروردگار به وقت سوگند میخورد. انسان عبارت از وقت است، برای همین پروردگار با وقت سوگند میخورد و درباره انسان سعادت کامیابی انسان مسلمان سخن میگوید که چیکار کنی که کامیاب میشوی. ایمان و عمل صالح، توصیه به حق و توصیه به صبر، سعادت دنیا و آخرت رو به دست میاری. تمام، هیچ جا خور نمیشوی، خصوصا در پیری. حالا یعنی اهمیت وقت، یعنی بسیار میگن که باید وقت رو به ترتیب بیاری تا اینکه کامیاب شوی. وقت رو به ترتیب در آوردن نمیشود. وقت در اختیار ما نیست که ما وقت رو به ترتیب بیاریم. ما کاری خود رو باید به ترتیب بیاریم. سحر بر وقت خیستیم باید چیکار کنیم؟ الحمدلله مسلمان سحر بر وقت خیستیم، نمازی بامداد اگر که میتوانیم، فرصت داریم، امکانیت داریم، نمازی تهجد پیش از بامداد، نمازی اولین وقتی که از خواب بیدار میشویم باید اولین معامله همون رو شروع کنیم با پروردگار. وقتی که اولین معامله و ملاقات با پروردگار شد، اون پروردگار تمام معامله و ملاقاتت رو با برکت میکند. حالا که ما وقتی رو نمیتوانیم ترتیب بدیم، کارمون رو میتوانیم که ترتیب بدیم، کارمون رو. همینایی که به کامیابی و به سعادت و کامیاب شدن و به یک جای رسیدن وقت رو به ترتیب نی، از وقت استفاده کردن، کاری خود رو به ترتیب در آوردن، تمام، یعنی به جای رسیدن. حالا که اولین ملاقات و معامله با پروردگار کردیم، دوام تمام معامله و ملاقات ما رو پروردگار با برکت میکنه. حالا بعضی که سین سالشون نفقه برآمدگی هستن، سین سالشون به یک جای رسیده است، بعدی سین سال نفقه، نماز که خواندن یک چند کیلومتر راه برن، یک تسبیح در دست. تسبیح به خاطر چی؟ به خاطر که ذکر رو به یاد میارد. سبحان الله، الحمدلله، استغفر الله، صلوات، درود، دیگر استغفار و درود و صلوات از وقت استفاده کردن. تو وقتی چو یک حرکت کنید تا اینکه بدن گرم شود، گردش خون زیاد شود و بدن مبارزه با مقابل
سردی و بیماری ها و ویروس ها و دیگر مبارزه برده توانند. بدن رو گرم کردن در کار. ولی خودی همین نماز رو هم پروردگار با طرز اسلوب امر کردگی است که به منفیت انسان است، به منفیت مادی و معنوی و حسی و یعنی دینی انسان است. البته که عبادت هست، ما پروردگار رو سجده میکنیم، لیکن طرز نمود ما عبادت میکنیم حتی که به جسم خود فایده دارد. پاکی هست، ولی پاکی از اسلام است. طهارت یعنی چی؟ دهن رو مسواک میکنید، غرغره میکنید، بینی رو میافشونید، هر چیزی از چنگ و غبار و دیگر باشد بینی هم تازه میشد، هر ویروسی هم در اومده باشد میبرد میرود، رو میشوید، چشم یعنی بینی و رو و چهره رو تازه میکنید حداقل 3 بار. حالا دست و پا رو انگشتا رو از زیر خلال میکنید. به خاطر چی؟ به خاطر بین انگشتای پا کدام افلاسیه، بدبوییه یا کدام میکروبی که اون پوستا خیلی حساس و نازک و آسیب پذیر هست در اونجا نماند اون ویروس و یعنی بین انگشت پا و بیماری خطرناک مبتلا نشود. ولی یکی از نعمت بزرگی که مسلمان ها از این آفت یعنی نجات یافتگی هستند به سبب همین طهارتی که انگشتای پا رو میشوین، انگشتا رو خلال میکنن، پاک میکنن. ولی از اون بیماری که میخرد پوستی یعنی آسیب پذیری بین انگشتان رو میخرد تا اندازه‌ای که بعضی ها رو پا یا انگشتایشون رو میبرند. از این آفت مسلمان نجات یافته است به خاطر که دایم پا رو میشوید، هم از بدبویی و هم از ضرر و خطر، یعنی پای خود رو پاک میکند. حالا این پاکی هست، پاکی سلامتی هست و پاکی از اسلام است و مسلمان همیشه باید پاک باشد. حالا ببینید حتی از بدبویی پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میگویند که وقتی که شما چیزی بدبویی را خورده، چی سیر باشد یا چی پیاز تیزی باشد که تاثیر میکند بویش به دیگران رو آزار میدهد، شما از نماز ما دور باشید، از نماز جماعت دور باشید. نماز رو تنها در خانه یا که با جماعت در حدودی در دایره خود جماعت رو انجام بدهید، در خانه با افراد عائله، در مسجد نی. بخاطر چی؟ بخاطر این بدبویی، بوی دهان بد یا بوی پای، یعنی بوی بدبویی پا یا بدبویی بعضی کراسوفتی میپوشن که پا بو میگیرد، باید که این رو باید اهمیت بدید. حالا یعنی وقتی میگه شما چیزی بدبوی خوردید و از جماعت ما دور باشید. تنها این دهان نیست، خدای نکرده حالا بوی زیر بغل باشد یا هر بوی بین انگشتا باشد، بوی لباس یا که نسکی باشد، از همه نمودی بدبویی یا ضرری که به نمازگزارا در جماعت آزار میدهد در حذر باشید، حتی بالای مردم خیز نگیرید. یعنی همه در نظر است. حالا وقتی که پاکی میکنید، بدن پاک، وقتی رو مقصدناک استفاده میکنید، از پای کار زندگی میشوید، وقتی رو معین، یعنی ما سوال رو بعدی تقریبا 20 دقیقه میگیریم. خواهش میکنم که بعد یک 20 دقیقه شما زنگ بزنید. خواهش میکنم. خب یعنی وقتی که نماز از پی زندگی، حالا همین مناسبت حالا وقت رو یعنی به ترتیب در آوردن، کار رو به ترتیب در آوردن، وقت رو به ترتیب در آوردن نمیشد، کار رو به ترتیب در آوردن. حالا دو چیزی رو که پروردگار تقدیر کردگی هست، باز به تلاشی بنده مؤمن، به تلاشی بنده اش وابسته کرده است. یکی ریسک، یکی عمر. پروردگار ریسک رو میدهد، میگه وابسته به اون انسانی که با کدام راه به دست میارد اون ریسک رو. حالا اون ریسک رو خداوند عزوجل تقدیرت کرده است، لیکن برای ریسک باید سعی و تلاش کنید و طلب ریسک حلال عبادت است و حتمی باید انسان سعی و تلاش کند. سعی یعنی طلب ریسک حلال چی؟ عبادت است. ولی انسان دهقانی میکند، تجارت میکند، صاحب کاری میکند، هر کاری که میکند،
مدام درون است در عبادت است. ولی که ما صحبت داریم و شما شنیده ایستاده دین عبادت است. خداوند عزوجل رزق رو تقدیر کردگی هست، لیکن وابسته به سعی تلاش بنده است. بنده رو میگه که تو تلاش، من تقدیرت کردم لیکن با پیش خوب نرو، محتاج نشو، دست دراز نکن، چشم چور نکن به هر کس. رزق تقدیر کرده من رو با عزت و با برکت، با مهنت و زحمت و سعی و تلاش و با سر بلند اون رو به دست بیار. چرا؟ به خاطری که وقتی که برای رزق سعی و تلاش میکنید، خداوند عزوجل هم برای سعی و تلاش اجر میدهد و هم رزق حلالی با عزت، با شرافت و با کرامت میدهد. اما اگر دزدی و غارت و دیگر میکند یا که گدایی میکند، خدا نشان ندهد، هم از اون مهنت و زحمت حلال و از اون عبادت محروم میشود، از اجر عظیم محروم میشود و هم اون رزقش رو حرام میکند و دست میارد اگر برای غارت و دزدی و دیگر باشد. هم از سعی و تلاشی که با نیت نیک، ولی انسان وقتی که سحر که خست پروردگار همه تکیه توکل امید بخدد، پروردگار امروزم رو و سعی تلاش مهنت و زحمتم رو و اهل خانواده و فرزندانم رو با برکت کن و مهنت. اول تکیه به امید به پروردگار کن و پس مهنت و زحمت شروع کن. بسم الله بگو شروع کن. پروردگار هیچ بنده امید کردهش رو ناامید نمیکند. اگر زیادم ندهد، این حکمت پروردگار است. لیکن قناعتمندی و خاطر جمعیت میدهد که همون میلیونر همین قناعتمندی و روزگی تو رو ندارد. این خیلی مهم است. این یعنی هم ریسک رو به دست میارد، هم اجر به دست میارد، برای تلاشش اجر میگیرد. دیگه عمر، خداوند عزوجل عمر دادگی است. 60 است، 70 است، 80 است، 90 است، 100 است، زیاد است، کم است، عمر هست. حالا من اونجا گفتم که یک مهنت زای حرکتی باید انسان داشته باشد تا اینکه بدن یعنی نیرومند شود. بدن یعنی سرد و هر چقدر خون سرد شد، حرکتش کم شد، به بیماری‌های انسان مبتلا میشود. تجربه طب این رو اثبات کرده است و حیات هم نشان میده. حالا برای سلامتی باید علاوه بر این که حالا 5 وقت نماز داریم، در اون حرکت‌های مخصوص هست که برای بردمشوی بدن ما هم کمک میکند. علاوه بر این یک راه حرکت‌های باید باشد. حالا بسیاری میبینید که نمیدونن که بیماری پرستاتیت یا بیماری ستوموره، برای چی؟ برای که میخورن خوب تمام میشن بیمار. چرا حالا 1980 1970 1950 همین بیماری ستوموره نبود؟ برای که آدما اسب سوار میشدن، خر سوار میشدن، کلند میزدن، مهنت میکردن. حالا ماشین میشینه دو شکمش نمیلپد یا گرمی خنکی میکند، میشد یعنی بیماری چی؟ بیماری ستوموره. بخاطر که بیمار نشود انسان باید یک سعی تلاش کند. برای سعی تلاشی که برای سلامتیت میکنی، پروردگار برای همین مهنت اجرت میده. هم اجر میگیرید برای سعی تلاش مهنت و زحمت و هم سلامت زندگی سالم و برهم زندگی میکنید. یعنی حالا اون عمر هست، خداوند عزوجل دادگی هست، لیکن اون عمر رو چخیلی میبینید چگونه یعنی میگذرونید با سالمی و بردنی یا که با بیماری و یعنی خدا نشان ندهد با بیماری و فلجی. برای همین دو چیز رو پروردگار تقدیر کردگی است، لیکن وابسته به سعی و تلاش بنده است. باز وابسته کردگی است که باید بنده تلاش کند، سعی کند، مهنت کند، زحمت بکشد. خب وقت یعنی حالا ما گفتیم که ما وقت رو ترتیب دادن نمیتونیم، کار رو میتونیم در زندگی ترتیب بدهیم و همزمان یعنی وقت تغییر نمی‌یابد. بسیاری میگن وقت تغییر یافته است و زمان تغییر نمی‌یابد. زمان همون زمان است، همون آفتاب است در خدمت انسان، همون آب هست در خدمت انسان، همین زمین است در خدمت انسانیت و بشریت. همین است، یعنی وقت تغییر نمی‌یابد. مهم هم نیست که کار و سعی تلاش شما هم یعنی وقت برای هیچ کس یعنی
هیچ کس وقت رو نمیتواند تغییر بدهد، اما میشود که کار رو وقت رو بهوده نگذرونید. این مهم است. وقت رو تغییر داده نمیشود، لیکن وقت رو استفاده کرده میشود، غنیمت دونسته میشود، تلاش و مهنت و زحمت کرده میشود. یا به عبارت دیگر وقت رو نظارت کرده استفاده کرده نمی شود، عقل رو استفاده کرده می شود. وقت اون در اختیار ما نیست. یک وقتی میاییم یک وقتی میرویم، تمام از اختیار ما بیرون است، اما عقل رو می شود استفاده کرد. همونایی که کامیاب شدن، موفق شدن، به یک جای رسیدن، چی مادی باشد چی معنوی باشد، مقام های معنوی و مادی، عقل رو استفاده کردن. عقل رو وقتی که استفاده کرد انسان به یک جای میرسد. ولی هم پروردگارم اگر به بندهش عقل نمیداد، هیچ وقت چیز این دنیا رو امتحان قرار نمیداد، حتی جنت و جهنم نمی آفرید اگر انسان رو عقل نمیداد. پس این عقل رو باید مسلمان، خصوصا مسلمان، باید استفاده کنه. ولی هم مثال عادی دیگر برای چی در دین مبین اسلام تمامی مسکننده ای که چی نوشیدنی باشد چی کشیدنی باشد که انسان رو مست میکند یا عقل رو خیره میکند یا تیره میکند یا دیگر کرخت میکند، حرام است. وقتی که دایم مسلمان عقلش فعال باشد. ولی میشونیم که چیکار کردی؟ خیلی بی عقلی کردم. برای چی بی عقلی کردی؟ چرا اون عقل استفاده نکردی؟ ما وقت رو نمیتونیم تغییر بدهیم، اما عقل رو میتونیم استفاده کنیم از این وقت، یعنی برای خود چیزی بسازیم. پس یعنی تلاش. حتی ببینید وقتی که انسان مهنت و زحمت میکشد، زیاد مهنت و زحمت میکشد، به سعادت میرسد. ببینید پیامبر علیه السلام در معراج میبینید که یک زنی میگوید که پیامبر در حدیث هست که میگوید اول من يدخل الجنه انا و انما تنازعني امراه تريد ان تدخل قبلي فقلت يا جبريل من هذه؟ قال امراه ربت اولادها. میگوید اولین انسانی که من هستم که داخل جنت میشوم، اما یک زنی رو میبینم که زنایی رو میبینم که تلاش میکنن تا اینکه قبل از من داخل جنت شوم. در معراج یعنی پروردگار بسیاری از معجزه‌های تا آخر زمان رو با پیامبرش به حبیبش نشان داد. بعد میپرسد میگه که ای جبریل اینو کی هستن؟ یا این کی هست که قبل از من داخل جنت شدنی از تلاش دارد؟ میگه این همون مادری است که فرزندانش رو تربیت کردنگی است، پروردگار مقام بلندش داده است. با چی؟ با مهنت. برای همین میگن که در جوانی زحمت و یعنی چیز خستگی، و در پیری راحت و سعادت ابدی. ولی این مادر چیکار کرد؟ از جوانیش فرزندانش رو تربیت کرد، زحمت کشید، خسته هم شد، لیکن از این خستگیش لذت برد، بر خاطر که فرزندانش رو تربیت کرد. ولی در پیری چی؟ در پیری راحت و سعادت ابدی. پروردگار این زحمتش رو قدر کرد و بالای چشم دیده فرزندان زندگی کرد. هر انسانی که در جوانی وقتی که فرزندان می شود، فرزندان رو تربیت میکند، مهنت و زحمت میکشد، در پیری راحتش رو میبیند. برای همین میگه که زحمت و خستگی در جوانی، در پیری راحت و سعادت ابدی. همین است. این دنیا عبارت از مهنت و زحمت است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگویند که الدنیا مزرعه الاخره. این دنیا جای کشت کاری آخرت است، جای آبادی جنت است. با تربیت فرزند، با احترام پدر و مادر، با نیکی با یعنی چیز اهل خانواده، و نیکی با محیط، نیکی با وطنت و کشورت، آبادکاری در وطن کشورت، قصرهای در جنت است. شاعر میگه در اینجا کار
در آنجا نخل بردار. در اینجا کار، در آنجا نخل بردار. شوی تو سرفراز از فضل غفار. اینجا کار، مهنت، زحمت، عبادت، مشقت هم انجام بده. در آنجا قصرهای در جنت به دست بیار و از فضل پروردگار غفار، از فضل و مرحمتش و با دیدار عزیزش مشرف و منور بگرد. برای همین ولی میشه یادی دیگر اونایی که وقت رو استفاده میکنن، از وقت منفعتناک یعنی استفاده میکنن، یا عقل رو خوب یعنی استفاده میکنن، از روی عقل همه کارشون رو پیش میبرن. یعنی چه یادی؟ یک روز 24 ساعت است. یک روز 24 ساعت است. این 24 ساعت رو چگونه ما استفاده میکنیم؟ مثال بیارم. فرض کردیم یک انسانی یا کارخانه‌ای یا یک جمعیتی 24 کیلو آهن داره. حالا اگر این آهن‌ها رو گوشت ما میگم جواب میدم. لبه. لبه جان. علیکم السلام. چی باید کرد که در وقت برکت پیدا شود؟ خدا خیر برکت. سلام داشت. سلام داشت. حتمی جواب میدم. سلام داشت. خب حالا 24 کیلو چیز آهن. ولی این آهن رو چیکار میکنن؟ اون کارخانه اون 24 کیلو آهن رو چگونه استفاده میکنن؟ پنجره ها میسازد میفروشد 1000 تومان، یا اسباب انجامی باز یعنی مهمتر میسازد میفروشد 10,000 تومان، یا اقربکای ساعت میکند میفروشد 100,000 تومان، موتور ماشین میکند میفروشد فرض کردیم 100,000 1 میلیون. لبه جون. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت یک سوال داشتن خودتون. مرحبا. یعنی بهترین اصول استفاده وقت چگونه باشد و خاطر که ما بیشتر وقت خود رو در استفاده تلفن میگذرونیم، از این چگونه خودمون رو تطبیق بگذاریم؟ سلام باش. حتمی جواب میگی. بهترین استفاده وقت. حالا اگر موتور ماشین کند بفروشد 1 میلیون، اگر موتوری هواپیما کند 1 میلیارد، چی؟ همین 24 کیلو آهن از 1000 تومان تا 1 میلیون یا چند میلیون. یعنی حالا گفتن که چی کار کنیم که وقت رو استفاده کنیم؟ همین است. ما چگونه همین آهن رو استفاده کردیم؟ اونی خب دیگه کلش مغزش آب نکرد، عادی پنجره یا چند توربه یا چند نمیدونم که هر چیزی ساخت 1000 تومان. اونش کم فکر کرد، اندیشید، یعنی فرو رفت 10,000 تومان. اونش باز مغز آب کرد، زحمت کشید و مهنت کشید و دیگر دو یعنی هیچ قدر زحمت کشید و مهنت کرد 100,000. بازونش که زیادتر فکر کرد، موتور سو چیز هواپیما باشد 1 میلیون. چی هست؟ همین 24 کیلو آهن. ببین که 24 کیلو آهن چقدر چیز میشه. یا اقربکای ساعت بسازد بفروشد چقدر قیمت گران میشود. یا کیلو رو اگر خام بفروشد یک نرخ معین است، ارزان ترین خامی کیلوی خام
اما زرگر بشیند مج 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 بعد او را زینت و زر و زیور و دیگر چند صد برابر نرخش زیاد میشه. همین است. وقت رو یعنی از روی عقل باید استفاده کنیم. است لبجو لبه. الو، شما برنامه مستقل زنگ زدین لبه. الو، سلام علیکم. و علیکم سلام. و علیکم سلام. مرحمت. اکد اومد سوال داشتم. مرحمت. گوش میکنم. این بهترین عملی که وقت رو در آن صرف کرد کدومه؟ سلامت باشید. سلامت باشید. خدا خیر برکت کنه. یعنی ما چیکار کنیم؟ سوال اول چنین بود که ما چیکار کنیم که وقت با برکت شود؟ عقل رو استفاده کنیم و فکر کنیم. هیچ وقت انسانی متاسفانه بدبختانه بعضی جوان رو میبینید که در همین کوچه ها میشینند لق 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 از صبح تا بیگاه، نه یک کار، نه یک آموختن، نه یک حد اقل هم 4 نفری که میشیند، نه یک صحبت فرهنگی، نه صحبت معنوی. این پای فچی بهوده که نه با منفیتی دینش هست، نه با منفیتی چیز دنیا. برای همین در روایت ها هست که میگوید که هر کاری انجام میدی بدی، هر کاری که انجام میدی ببین که به منفیت دینت هست یا به منفیت دنیایت هست. خوب به منفیت دینت باشد، خوب به منفیت دنیایت باشد، هر دو عبادت است و در هر دو حالت اجر و پاداش زیادی به دست میاری. میشود کار با برکت. متاسفانه من یک مسجد داخل میشدم، دیدم یک جوانی تلفن در دستش در داخل مسجد در صف نماز سنت خواند است در انتظاری فرض، سرخ به سرخ، کبوت به کبوت. از برای خدای عبارت عقل و مغز و کله را گیج میکند، یعنی عقل کرخت میکند، ذهن و هیچ فکر یعنی انکشاف نمییابد. یا بعضی چی باز میکنن نرده میپرتن ترک 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 ترک، روزشون با همین تمام، روز با همین کور میکنن، حیات برباد میدهند، عمرشون رو برباد میدهند. خب حدی اکمل شخمات باشد که خب فکر کند، همین مغز یک اندیشه کند، یعنی فعال شود در فکر کردن، در اندیشیدن که چکار کنم کامیاب میشم، چکار کنم ناکام میشم. فکری همین باشد. حالا برای همین شریعت اسلامی شخمت رو اجازت داده است که در رو عقل یعنی کار میکند، عقل کار میکند. هر چیزی که در هر کاری که منفیتی یا معنویت باشد که روح و روان و ایمانت رو کامل کند، یا منفیتی جسمت باشد که تمرین هایی که بدن رو نیرومند میکنند، حالا شناوری، اسب سواری، کمان پرانی یا دیگر این ورزش های سنتی. واقعا هم کسی اسب زیاد سوار می شود نیرومند است، بردم است. همه عضوهای داخلیش در حرکت است، همه بغم ها رو میجماند جا به جا مستحکم قوی میکند. اسب سواری یا شناوری، ببین که یعنی هر کاری که برای سلامتیت فایده دارد، برای یا معنوی و ایمانداری و دینداری و دنیای آخرتت فایده دارد، این برای عبادت است. بهترین کار همین است. حالا اونه که سرخ به سرخ میزند، کبود به کبود میزند، نمیدونم زرد به زرد میزند، او چی فایده دارد؟ یک برای عقل و مغز و همه را گیج میکند، میپرد. برای همین باید که چکار کنیم وقت رو بیهوده نگذرانیم، عقل رو استفاده کنیم. وقت رو استفاده کرده نمیتوانیم، وقت در اختیار ما نمیستد، وقت صبر نمیکند. ما یه روز به همین یک روزی معین، وقتی معین میویم، وقتی معین میریم، عبارت از وقتی موقت. برای همین عقل رو باید استفاده کنیم. وقت رو ما با ترتیب در شب رو روز رو شب کرده نمیتوانیم، لیکن کاری خود رو با ترتیب بداریم که اول صبح چیکار کنیم، نیم روز چیکار کنیم، بیگاه چیکار کنیم، برنامه داشته باشیم. از شب باید که برنامه امروز رو باید که تحریزی کنیم. امروز چیکار میکنم؟ فرض کردیم
سحر که بر وقت خیستم نماز، طهارت، پاکیزگی بدن، یک حرکتی برای نیرومند شدن بدن، میروم کار، از کار آمدم امروز باید فلانی خالم، عمم، خیش تبارم اونو رو به نوبت برنامه میکنم که کی اونو رو باید خبر بگیرم. یا پدر مادر اگر جدا باشن باید که حتمی بگو بروم یک چیزی پیشی خب خاله رفتید، خب عمه رفتید، خب پدر رفتید، خب مادر رفتید، یک چیزی تحفه ببرید، دستی خالی نروید. چون که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگویند که تهادوا تحابوا، شما به همدیگر هدیه بدهید تا اینکه محبتتون زیاد شود. حتی هدیه بی ارزش هم باشد. در پیش مادر یک گل بردید و مادر یک گل بردید، یک چلاک یک گوشوارک بردید، یعنی 4 تا 10 تومانه دادید، برای مثال میگه بچه‌م در کنید مادر جون بگی اول نبرود میآیند میتی خرسند میشوند. تمام. باید برنامه داشته باشیم، باید وقت رو، یعنی چی دستی خالی نروید. خود زیارت عمه میروید، خاله میروید، عمک میروید، تقو میروید، دوست میروید، یک چیزی باشد ثواب میگیرید، سنت به جا میآید، محبت زیاد میشود، احترام زیاد میشود. هر وقت همون توفیری که بردید در یادشون که زد، یا دعای خیر برکت هم نگوید، خرسند شود، احساس رازگی و خرسندی همین پدر و مادر خصوصا یا عمه و خاله برات خیر و برکت و عزت و سعادت دنیا و آخرت است. یعنی وقت رو مکرهای خود رو به تنظیم بداریم و از این وقت رو منفعتناک استفاده کنیم است. مهم این است. همینه که کامیاب شدن به جای رسیدن، همه کارهای خود رو به نظام به ترتیب در آوردن. هر روز برنامه مخصوص دارم. امروز باید فلان کار انجام بدهم. و فردا کدام کارها رو فلان کارها رو باید انجام بدم. می شود وقتت با برکت می شود، یعنی استفاده چیز وقت. لبیک. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از رادیو نازه خوبه؟ الله اجر پاداش دهد. سوال داشته؟ مرحمت. دانشجو وقتی خود را چی طور باید تنظیم کند؟ دانشجو باید که چگونه وقتی خود رو تنظیم کند. سلامت باشید. خدا خیر و برکت دهد. موفق باشید. رحمت خدا. تمام. سلامت باشید. دانشجو جوانان عزیز، دانشجویی سالهای دانشجویی هیچ کار دیگر از دانشجویی و از مطالعه و از خوندن و در درس نشستن و استاد رو گوش کردن دیگر کاری مهمی برای دانشجو نیست. گاه میبینیم بعضی ها استاد یک کم تر کار دارم بروم، با کم تر کارش درس رو ترک میکند میرود، مطالعه رو ترک میکند میرود، منفعت رو ترک میکند میرود. حالا اینکه اون از همه کاری مهمش باید دانشجویی باشد. دانشجویی که حالا در همین چند سالی که درس میخواند، اگر این چند سال، این 4 سال یا 5 سال باشد یا چند سالی که باشد، این رو غنیمت بداند. اگر عمر پروردگار عمرش داده باشد 75 سالی آیندهش وابسته به همین 4 سالی که دانشجو است، به همین وابستگی دارد. لبیک. سلام علیکم حضرت مفتی. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت یک سوال داشته. لبیک جان. این برای استفاده تمرینات وقت کدام کارها مهم است؟ سلامت باشید. رحمت الله. موفق باشید. ولی 4 سالی دانشجویی اگر پروردگار عمر داده باشد 75 سال دیگر، باور کنید 75 سالی آینده ای عمر رو وابسته به همین 4 سال است. چیکار کرده اید؟ برای همین باید دانشجو قبل از امانیتش نیک، قلبش صاف و پاک و با بسم الله و با الحمدلله و با درود و صلوات و استغفار باید دانشجویی کند. پرهیزگاری. هر دانشجویی که در دانشجوییش پرهیزگاری و خدا ترسی و خیرخواهی داشته باشد،
هم تخصصش، هم عمرش، هم علمش، هم وظیفه‌ای که در آینده میگیرد همش مبارکت میشود. برای همین باید که برای دانشجو از دانشجویی، از دانش آموختن و از دانش اندوختن و از مطالعه دیگه هیچ کاری مهمی نیست. حتی اگر هم مصیبت‌های خیلی نزدیکی دایره اول نباشد، یعنی باید که بالای کتاب باشد. و دانشجویی که بالای کتاب مطالعه کرد خوبش بود، از اون بوی امید است که چیزی میشود. اما دانشجویی که نمیدونم که با هر چیزای بیهوده اگر مشغول شد، از اون هیچ بوی امید نیست. من دویم دانشجویی رو که دست میدادم میگفتم شاگردای عزیز، یعنی 4 سال که شما 5 سالی که شما دانشجویی دارید اینجا، این عمر این رو غنیمت بدونید و 75 سالی آینده عمر شما اگر پروردگار را هیچ کس نمیدونه چقدر هست، آینده شما وابسته به همین چند سالی دانشجویی شما هست که چگونه دانش می‌آموزید، چگونه مطالعه میکنید. و اگر هر لحظه ای از این وقت رو اگر غنیمت دونستید و مطالعه کردید، ولو ختم نکرده، دیپلم نگرفته، 100 نفر طلب میکند که بیاید در کارخانه ما یا در اداره من بیاید کار کنید. اما اونی که حالا دیگر دانشجویی رو هم با گفتی بچه ها گفتی با شطرنج و بیهودگی و با غفلت و غافلی، با عیش اشارت نمیدونم که کدوم فیسق و فجور میگذرانند، از اون هیچ امید نیست. کلا خالی دیپلم دارد، در هیچ کار نمیوید و هیچ کس سراغش هم نمیکند. و اگر جای هم وظیفه بگیرندش با اون وظیفه، اون مسئولیتی، از گرفتگیشون هم پشیمون میشوند. کلا کدو است، خالی هست، هیچ چیز نیست. برای همین دانشجو باید که همیشه بالای کتاب و در تخصصی خود باید چیکار کنند؟ چنان فرو برود که بسیاری چیزا رو نبینند. که متاسفانه بعضی از دانشجوهای ما یعنی همه چیز رو میبیند و همین کتاب رو نمیبیند. بعد از اون بوی امید هست؟ نه. اگر میخواهیم وطنمون رو آباد کنیم، دانشجوی عزیز، میخواهی که در زندگی خانه آباد، زندگی با برکت، عزت و برکت، سعادت دنیا و آخرت، میخواهید که کشور آرام و آباد و پیشرفته و ترقی کرده، یکی از کشورهای ترقی کرده جهان، معروف و مشهور شود، هر لحظه دانشجویی رو غنیمت بدونید و مطالعه کنید و بالای کتاب خواب روید. وقتی که مطالعه کردید و خوابتون بود، در همون خوابی که چند ساعت شما خواب میروید، همون چیزی که مطالعه میکردید در ذهن شما گردش میخورد، هضم میشود، تحلیل میشود، تشخیص میشود، یعنی همه معماها که همه رفت میشود و علم در مغز و روح و روان و فکر مغز شما جای میشود. وظیفه اساسی دانشجویی این مطالعه است. باید مطالعه داشته باشد، باید دائم در فکری خواندن باشد. ببینید انسان، هر انسانی عقل دارد که چگونه خواند عاقبت چی شد، که خواند چگونه خواند به کجا رسید، که نخواند فسق و فجور و حرام و حرج و دیگر بیهوده گردی کرد، نکن شد. دو کرده چور است. و هر مسلمانی تحلیل باید داشته باشد، تشخیص باید داشته باشد، ترازو باید داشته باشد، عقل را استفاده کند. وقتی عقل را استفاده میکنید، چی دانشجو باشد، چی بعدی دانشجویی باشد. ولی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگن که هر انسانی به مانند یک ذخیره خزینه زیرزمینی هست. خزینه زیرزمینی چی؟ کنی طلا، کنی نقره، کنی نفت، کنی گاز، کنی دیگر و مانند همین است. ولی اون کار کرد میخواهد.
اون کارکرد میخواهد. اون کنها باید چیز کارکرد شوند. هر انسانی عبارت از یک کنی هست، یک ذخیره زیر زمینی هست. هر انسانی، حتی همون معلوم اگر بداند که در کدوم و هر یک انسانی در یک کار مهارتی فوق العاده دارد. هیچ ممکن نیست که هیچ انسانی در یگان کاری مهارت فوق العاده نداشته باشد. تمام. حالا اگر که مهارتش رو یافت، کسبش رو درست انتخاب کرده که از بهترین یعنی متخصصی سخن میگه، چی کی باشد، چی هندسه باشد، چی یعنی هر چی که باشد. لبین لبین. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. سوال دارید؟ زودتر سوالتون رو بدید. مرحمت. یک سوال داشتیم. مرحمت. همین از کنکورس و از لاتاری بلیت گرفتم مبلغ به دست آوردن درست است؟ از چیز؟ از لاتاری. تمام. سلامت باشید. خیر برکتی. از لاتاری موفق باشید. فهمیدم. تمام. لاتاری لوتو یعنی چی هست؟ ولی نظر شریعت هم میگم نظری انسانی سلیم. فکر کنید یعنی میفروشد 10,000 یا 100,000 لوتو میفروشد 100,000 999,999 نفر رو فریب میکند. بعد به یک نفر یک چیز میده، اون رو ریکلام میکند، دیگران یعنی چند هزار رو فریب کرد، به یک نفر یک فایده از حساب دیگران داد. حرام است. آشکار و روشن. این انسانی فکر انسانی. ولی اگر شریعت هم را نگیری بلکه از نظر شریعت قمار حرام است. لبه یعنی 1000 نفر میفروشد، 999 نفر رو فریب میکند، به یک نفر باید یک چیزی میدهد، باقی مانده اش در جیب خودش میزند. حرام است. قمار است. شما پول میدید نمیدونید که این پول میآید یا نمیآید، فایده میارد یا ضرر میارد، میسوزد یا درآمد میارد. برای این حرام است. و هر چیزی که یعنی خام خلط هست، فند فریب هست، با اون نروید. مهنت حلال بروید. حتی همون دزدی که میرود دزدی میکند، در روایت اومدگی هست که میگوید اگر بنیتی نیک برای لقمه حلال بگد، صبحش رو بسم الله بگد شروع کند و برای ریسک حلال تلاش کند، 10 برابری که میدزدد 10 برابری همون رو ریسکی با برکت پروردگار براش میدهد. لیکن میرود میدزدد، ریسکش رو حرام میکند، زندگیش رو بی برکت میکند. شما دیدید کدوم دزدی برکت یافته باشد، کدوم قماربازی برکت یافته باشد، لاتاری بازی که دیگر قمارهای گوناگون در کامپیوتر در دیگر پیدا شده است که آدم‌ها رو با هزارها و میلیون‌ها قرضدار کردگی است. یک وقتا مهره نمیدونم که مهره بازی بود، مهره کشی بود، یک بازی بود، یا حتی زنها پینانی از شوهرشون بردن مبلغ‌های شوهر خانه و یعنی پسنداز خانه رو بردن مهره خریدن، هم طلاق شدن، هم زندگیشون تلخ شد، هم سوختن. و حرام، قمار حرام است. باید که مسلمان همیشه در سعی تلاشی ریسک حلال باید باشد. حالا بسیاری کار میبینید برای حرام جمع میکنن میلیون ها. ما شاهدی چندین همین حالت ها شدیم. میلیون ها برای حرام و حرج فند فریب جمع کردن. حالا که در زندگیشون هم نزد فرزندو قدر نداشتن. مرده است، اما زن و فرزندش میگه ببرید دومش کنید از اینجا دیگه، از این خانه و خونه ها بر بیرونده بمونش. تمام. اون هم قدر داره. تمام. بعدی وفاتش فرزندو هم از سگ پشید. مال حرام چنین است. بدبخت میکند انسان رو دیگه. نه در فکر او رفتنی سر قبر پدر و رحمت مغفرت کند پدر رو جایش جنت باشد و نه، همه لعنت به پدری همدیگر و در تلاشی اون بازمانده مال حرام. همین است.
در زندگیش هم همون مول به برکت بود، به ابرویش کرده بود. بعدی وفات هم فرزندانش رو با هم دیگر دشمن کرد. برای همین برای حلال مسلمان باید که برای حلال وقتی رو غنیمت بداند، نیتش رو نیک کند، قلبش رو صاف و پاک کند، مهنت زحمت بکشد، برای حلال چیزی به دست میارد، انا همون برکت سعادت است. بعضی رو میبینیم که پدر بسا فقیر، یکی از برادران دوستای صاحب کار خیلی موفق است فعلا، میگه ما گوهست در چای خرک سحری حتی شکر پیدا نمیکردیم که در چایمون شکر بدوزیم بخوریم. پدر همون تو این درجه فقیر و نادار. ولو فرزندان همه دورنده. لبی الو لبی الو سلام علیکم. بوستون نمیوید لبی یعنی فرزندان همه دورنده. برای چی؟ پدر میگوید که ما در چای یعنی صبحانه حتی شکر نمیافتیم که فرزندا کودکان در چایمون شکر رو بدوزیم بخوریم، شیرین کنیم چایمون رو بخوریم. خدا رحمت کنه. پدر گذشت. بعدی پدر ببینید بالای یعنی کم باشد. در مردمی ما میگویم که ما مردمی مسلمان تاجیک میگویم که کم باشد و بیغم باشد، کم باشد و بیغم باشد، حلال و پاک و به آلایش و به یعنی ضرر باشد. ببینید تربیه همون مهنت زحمت همون پدری که فقیر گذشت از دنیا میگه برای حلال کم هم باشد آور فرزندان رو تا یک جایی رو آور تعلیم داد تربیت کرد. فرزندان همه میلیون خطی میزنن و همیشه سر منزل پدر و همیشه دعای خیر و برکت برای پدر. همین سعادت انسان. بخواید که بعدی مردن از این دنیا محروم و قطع نشوید، باید مهنت و زحمتی حلال و تربیه فرزند. هر وقت که فرزند گفت پدر رو پدرم رو رحمت مغفرت، جایش رو جنت، روحش رو شاد، قبرش رو با نوری رحمتت منور، از من خشنود خوشحال روزیش بگردان، طبقای از نور قبرت نورانی می شود، روحت شاد می شود، بین روح و ارواح، بین ارواح روح پدرت افتخار میکند که من فرزندی نیک دارم. این همه با چی به دست می آید؟ با مهنت و زحمت. زحمت و خستگی در جوانی، راحت و سعادت ابدی. همین است حیات زندگی، عبارت از آن همین است. اخیراً سوال رو میگیریم. لبی اوستون نیومده ایستاد است. خب به هر حال این چند دقیقه در خدمت شما بودیم و قدری توان به خاطر روزگی الله سبحانه و تعالی چند سخنی از گفته‌های خدا و رسول خدا و بزرگان اسلام و تجربه و حیات زندگی به شما گفتیم و سعادت و برکت و عزت انسان در مهنت زحمت است. لبک. السلام علیکم حضرت. و علیکم السلام. و علیکم السلام مرحبا. فیلم تلفن شبون چیزی برای یعنی زندگی همین است. در اینجا کار، در آنجا نخل بردار. شوی تو سرفراز از فضلی غفار. باید که همیشه مهنت و زحمت بکشیم. شخصی باشیم که پدر و مادر حتی حیات باشن یا گذشته باشن و ما افتخار کنن. شخصی شویم که فرزندان و ما و شما افتخار کنن. شخصی شویم که وطن، کشور، دولت، حکومت و شما افتخار کنن. شخصی شوید که برای خود
اهل و خانواده و فرزندان، پیوندان و نزدیکان، وطن و کشور و حکومت مفید و منفعتناک باشید. افضل الناس انفع الناس. بهترین انسان منفعتناک ترین انسان است. حالا کی بهترین انسان می شود؟ کسی که عقل را استفاده کند، وقت را غنیمت بداند، وقت را بیهوده نگذراند، کارهایش را به نظام به ترتیب درآورد، حتمی چیزی می شود. برای همین میگن که مسلمان رو پس از که نیتش را نیک، قلبش را صاف و پاک و مهنت زحمت بکشد، پروردگار به تمام مقام‌های بلند میبرد میرساند. و آرزوی من هم و از پروردگار با دعا آرزو میکنم که همه شما شخصیت‌های مفید و منفعتناک که ما به شما افتخار کنیم و مفید برای خود، اهل و خانواده و پدر و مادر و فرزندان و پیوندان و برای وطن و کشورمان مفید و منفعتناک باشید. موفق و سربلند و با عزت باشید. سلامت باشید.